سلام، حالتون چطوره؟ امروز من پس از 100مین اسمسی که برام اومده به قضیه کشف حجاب، با اینکه من هیچ وقت کشف حجاب نمیکنه و همیشه حالت معمولی میشینم پشت ماشین، سوار ماشینم، اسمس اومد. بعد رفتم خرید کردم که جلوگیری کنم از اسمس های کشف حجاب. نشونتون بدم، این خیلی یکی از یکی سمی‌تره. فقط مواظب باشید که مسموم نشید. حقیقتا این یکیش شروع میکنیم با نام خدا. از این بیلبیلکی ها گرفتم بزنم جوری زیر روسری عقب نره. بعد از اینا هم گرفتم، اینا یه مدل تلق اینجوری رو سری میزنن کج کله نشه. اینا میخوای بیاری تا اینجاها. از اینا هم گرفتم. بعد دستکش گرفتم چون که این ناخونه یه حالا تازه میخوام ناخونه هم ریموو کنم. بله اینا اصلا خوب نیست پیدا باشه. بعد دستکش گرفتم. چقدر قشنگ و زیبا. بذار نشونتون بدم. به این صورت از این به بعد از این دستکش ها از این. خب با این قشنگ ساقش تا اینجاها میاد. الان آستین داره لباس. بعد یه دستکش دیگه گرفتم. نه این خیلی بامزه بود گرفتم. من خیلی دلم از این دستکش ها میخواست. نمیدونم چه کاربردی داره واقعا. نخندینا. یه دستکش خیلی قشنگ گرفتم. این دستکش توری. به نظر خودم که خیلی هم قشنگ. ولی کفش اینجوری روش اینجوری خیلی قشنگه. بعد سم آخری که خریدم از این هست. لبم اگر دیدید که از این به بعد کسی با اینا اینجوری اینا دستکشو انقدر با موارد ایمنی ماشینه، بعد ماشین من بود، اون خودمم، تعجب نکنید چون دیگه حقیقتا تحمل امنیت اخلاقی و پارکینگ و نمیدونم اینا رو ندارم. برای همین ترجیح هم اینه.